به ورزش مورد قبول حضرت حق انشالله قرار گرفته باشه. اما 4 دقیقه و 48 ثانیه تا پایان این دیدار فرصت داریم که خطای بازیکن برزیلی روی وحید شمسایی یک کارت زرد رو برای بازیکنان برزیل به همراه داشت و حساب کار هم کماکان 2-1 به سود تیم ملی کشورمون هست. خب برزیل صاحب توپ هست. بازیکن شماره 14 رافائل که حالا وقتی تیمش حمله میکنه میاد و به عنوان دروازه‌بان جاش رو عوض میکنه، یه بازیکن اضافه میشن و هرگاه که توپ در اختیار بازیکنان ایران هست سریع تییاگو به دروازه میره. مثل این صحنه الان ببینید این بازیکن شماره 14 رافائل هست که لباس سبز پوشیده اومده جلو بازی میکنه. هرگاه هم توپ دست دادن اگر در این لحظات یک کمی دقت کنن بازیکنان تیم ملی کشورمون دروازه‌بانی در درون دروازه نیست و میتونن گلزنی بکنن. توپ در اختیار برزیل هست. دا سیلوا حالا توپ در اختیار جفرسون. حالا موقعیت برای وحید شمسایی. وحید شمسایی توپش رو خوب میزنه اما درون دروازه نیست و تو چارچوب نیست، توپ به بیرون میره. حالا تییاگو بازی رو آغاز میکنه. توپ در اختیار سیلوا. یه ضربه و دستهای مصطفی نظری توپ رو از آن خودش میکنه. 3 دقیقه و 29 ثانیه و توی و گومز بازی رو به تساوی میکشونه. یک لحظه غفلت و گومز بازی رو به تساوی میکشونه. حساب کار 2-2 مساوی میشه. در تصویر آسته ببینید اینجا گومز بدون اینکه کسی محافظت ازش بکنه توپ رو درون دروازه ایران قرار داد. حساب کار 2-2 میشه. عرض کردم سیلوا هر وقت به بازی میاد به هر حال تاثیرگذار هست. رافائل امین چهره به عنوان دروازه‌بان در زمین حضور داره. باز هم جلو اومده سیلوا برای رافائل. موقعیت رو حالا دارند، توپ رو نمیتونن استفاده کنن، توپ به بیرون میره. 2 دقیقه و 50 ثانیه تا پایان این دیدار فرصت داره. به حساب کار 2-2 مساوی هست. مصطفی نظری یه توپ بلند، یه کنترل و توپی که به اعتقاد داور به بیرون رفته. طیبی خوب کنترل کرد منتها توپ به بیرون رفته بود. رافائل، سیلوا، جفرسون، رافائل توپ رو میگیرن. یه موقعیت میخوره به دیرک دروازه و اعتراض شدید بازیکنان برزیل. حالا مربی برزیل معترض هست. داور میخواد تا اخراج بشه. باید مربی برزیل از زمین اخراج بشه. با کمک داور این دیدار برخورد داشت. آقای ترابیان میاد صحبت میکنه و کماکان حالا داوران میخوان تا مربی برزیل باید زمین رو ترک بکنه. آقای ترابیان میاد با داور سوم صحبت میکنه و باید به هر حال این با مربی از زمین
بیرون بره. اما چنین نمیشه، مربی میمونه، یه دست میدن خوشوبش میکنن با داور سوم و قائله تمام میشه. خب توپ بیرون میره، آوت برای ایران. خب توپ در اختیار بازیکنان کشورمون هست. اصغری مقدم، حساب کار هم 2-2. یه موقعیت چه توپی رو وحید قاسمی از دست داد، فقط تییاگو رو پیش رو داشت. دروازه‌بان تیم برزیل رو حالا اگر در تصویر آسه داشتشون ببینید، اینجا قاسمی خوب حرکت میکنه و تییاگو اجازه واسدن دروازه رو نمیده و نهایتاً هم توپ بیرون میره. تایم استراحت برای برزیل. خب مربی برزیل با بازیکناش آخری صحبت ها رو انجام میده و این هم آقای حسین شمس هست. حساب کار 2-2 مساوی است و چیزی حدود کمتر از 1 دقیقه تا پایان این بازی فرصت داریم. تا ثانیه‌های دیگر باید بازی آغاز بشه. تماشاگران نظاره‌گر این دیدار هستند. 9 ثانیه تا پایان وقت استراحت. زمان باقی مانده 1 دقیقه و 51 ثانیه اعلام میشه. بازی شروع میشه و رافائل مجددا به عنوان دروازه‌بان میاد جلو در زمین ایران. جفرسون، خود جفرسون، سیلوا توپ رو به بیرون میزنن بازیکنان کشورمون. مصطفی نظری برای سیلوا پاس میدن، باز هم سیلوا. رافائل یه موقعیت و توی دروازه سیلوا گلزنی میکنه. عرض کردم بازیکن شاخصی هست. برزیلیا هر وقت نیاز پیدا بکنن سیلوا رو به زمین آوردن، 2 گل رو براشون به ثمر رسوند. حالا هم بازی رو ترک میکنه و بیرون میره این بازیکن. هرگاه عقب افتادن به هر حال یه بازیکن رو با لباس دروازه‌بانی به بازی آوردن و یه بازیکن رو بیشتر در زمین داشتن. تییاگو، اصغری مقدم، حالا موقعیت، خطایی هم اعلام نمیشه. موقعیت برای برزیل، توپی که به بیرون میره. قاسمی، این لحظه است که وحید شمسایی رو این چنین سرنگون میکنن و خطایی هم اعلام نمیشه. توپ به آوت میره. آوت به سود کشورمون. حالا ضربه رو میزنن، برگشت توپ به سود ایران هست. 34 ثانیه تا پایان این دیدار فرصت داریم. حساب کار 3-2 به سود برزیل هست. وحید شمسایی برای قاسمی، اصغری مقدم به قاسمی، سریع با حسن زاده باید کنن. باید برزیل بازی رو آغاز بکنه.
حالا این کار رو انجام میدن. دیاز، تییاگو، حالا موقعیت برای اصغری مقدم که توپ بیرون رفت. 6 ثانیه. وحید شمسایی آخرین موقعیت رو شاید گل وحید شمسایی از زیر پای تییاگو در دروازه رفت و داور توپ رو میگه از خط یه مقداری عبور کرده و گل رو نمیپذیره. یه بازی دوستانه، گل تساوی برای کشورمون و این توپی که داور اعلام میکنه روی خط نبوده. اگر در حرکت آهسته داشته باشیم مشخص خواهد شد. حالا بازی رو آغاز میکنن. تییاگو خب حالا باز هم وحید شمسایی، این بار هم یکی به سمت دروازه و توپ به کورنر میره. دست داور که بالا هست علامت دو ضرب نیست و ثانیه ها رو میشماره که باید بزنن. وحید شمسایی کورنر رو مجددا باید بزنن. حالا کورنر رو میزنن و توپ به آوت میره. 1 ثانیه تا پایان این دیدار فرصت داریم. حالا وحید شمسایی و باز هم ثانیه آخر عقب توپ رو برمیگردونن و اینجا با سوت داوران وقت نگهدار این دیدار با حساب 3-2 به سود برزیل به پایان میرسه. آرزو همه شما قرار گرفته باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار همه شما. خب خسته نباشید آقای علیخانی. از دوستانمون در اصفهان هم بسیار سپاسگزاریم. برای تیم ملی فوتسال ایران هم آرزوی موفقیت داریم. از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.